سلام. شرکت اعتبارسنجی مودیز که توانایی قرضگیری کشورها را تحقیق و معلوم میکند آخر ماه گذشته گفت رتبه اعتباری قرضگیری تاجیکستان را از نو ارزیابی میکند. هدفش هم معلوم کردن آن است که توانایی حکومت تاجیکستان در قرضگیری و یا برگردانیدن آن سست شده است یا نه. درباره این مسئله صحبت داریم با کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصادی تاجیکستان که مقیم کانادا است. و سلام بر شما. بیانیه مودیس را که البته شما دیدید، آیا ارزیابی آن برای احتمالاً پایین بردن رتبه اعتباری قرضی تاجیکستان به همین معنی است که حتما رتبه قرضی کشور پایان برده می شود؟ Конечно, все рейтинговые агентства мировые сегодня внимательно следят за состоянием. البته همه آژانسی های اعتبارسنجی جهانی توانایی کشورهای جهان را با دقت پیگیری میکنند و از جمله تاجیکستان را هم. شما میدانید که رتبه اعتباری قرضی روسیه، اوکراین و جمهوری بلاروس را بازنگری کردند. گزارش شد که احتمال دارد شرکت مودیز رتبه اعتبار قرضی تاجیکستان را که B3 است بازنگری کند و شاید پایان برد. حالا رتبه اعتبار قرضگیری تاجیکستان برای درازمدت معتدل به حساب می رود. اگر آژانسی اعتبارسنجی در این باره اعلان داده باشد، پس وضع را در تاجیکستان مشاهده کرده و بر اساس نتیجه های تحلیلی اوضاع اقتصادی تاجیکستان به احتمال غالب رتبه قرضی را تغییر می دهد. رتبه‌ای که مودیز و هر آژانسی اعتبارسنجی دیگر تعیین می کند. این با نظرداشت ترکیب خطرهای سیاسی و ساختار اقتصادی، سیاست پولی و ثبات مالی است. همه این معیارها تغییر می‌یابند و تخمین می‌شود که در تاجیکستان وضع اقتصادی به طور چشمگیر بد می‌شود. برخلاف پیش‌بینی‌های دولتی تاجیکستان، مؤسسه‌های اعتبارسنجی بین‌المللی که وضع را مشاهده کرده و رتبه تعیین می‌کنند، به احتمال غالب در آینده نزدیک رتبه قرضی تاجیکستان را از B3 به رتبه پایان‌تری تغییر دهند. اینها رتبه‌های احتمالی هستند و امروز رتبه اعتبار قرضی روسیه پایان‌تر از رتبه تاجیکستان است و اقتصاد کشور سخت به اقتصاد روسیه وابسته است. روسیه شریک اساسی تجارتی تاجیکستان است. از این رو من باور دارم که رتبه قرضی تاجیکستان را بازنگری می‌کنند. و اگر در واقع مودیس رتبه قرضی تاجیکستان را که طور گفتید B3 هست پایان برد، برای اقتصاد کشور و قرضگیری حکومت تاجیکستان از سرمایه‌گذاران بیرونی چه عاقبت خواهد داشت؟ این یک سوال بسیار درست است، چون که آنگونه که می‌دانید حکومت تاجیکستان امروزها بسیار می‌کوشد تا قرض‌های با امتیاز به دست آورد. بازار قرضی بین المللی بسیار بزرگ است و بهترین چیزی که تاجیکستان می‌تواند به دست بیاورد قرض از صندوق بین المللی پول است. حکومت در سال 2015 پیوسته به این سازمان درباره گرفتن قرض گفتگو دارد. صندوق بین المللی پول شرط‌های معین می‌گذارد. تاجیکستان می‌کوشد یک نوع این طلب‌ها را اجرا کرده قرض بگیرد. اول درباره 500 میلیون دلار میگفتند، امروز درباره 300 میلیون دلار میگویند. با نظر داشته تمام مشکلاتی که تاجیکستان با صندوق بین المللی پول در زمان ریاست مراد علی مردانوف در بانک ملی داشت، این مسئله ها را می‌بردارد. اگر مودیز قرار کند که رتبه اعتبار قرضی تاجیکستان را پایان برد، آن زمان دسترسی کشور به ذخیره‌های قرضی فوق‌العاده محدود می‌شود، از جمله از صندوق بین المللی پول هم. از جمله دسترسی به قرض‌ها با فایزهای بلند، چون که تاجیکستان حق دارد این گونه قرض‌ها را هم به دست آورد. ولی گرفتن این قرض‌ها نیز مشکل می‌شود. پیش از آن که مؤسسه‌های مالی به کشور قرض دهند، می‌بینند که آن چگونه کشور است، رتبه قرضیش چگونه است، توانایی پرداخت قرضش چگونه است و مهمتر از همه پیش‌بینی‌ها از اقتصادش چگونه است. و همین گونه گزارش‌ها را مودیز، فیچ و دیگر آژانسی‌های رتبه‌سنجی می‌دهند. جنگ روسیه در اوکراین طور می‌دانید به اقتصاد تمام جهان به قیمت گاز و نفت تاثیر کرد. تورم یا انفلاسیون بالا رفت، مال و اشیا در همه جا گرانتر شد. آیا تاجیکستان که به نظر به دیگر کشورهایی که ثروتمندتر هستند از این پیامدها بیشتر رنج می‌کشد، عذاب می‌کشد؟ Да, если мы посмотрим сверху на экономическую картину в СНГ вообще, то мы увидим, что Таджикистан занимает особую позицию. Ну,
بله، اگر ما به منظره اقتصادی کشورهای مشترک المنافع نگاه کنیم، ما می‌بینیم که تاجیکستان یک مقام ویژه دارد، ولی اولین چیزی می‌توانیم بگوییم این است که تاجیکستان شریک مهم تجارتی روسیه است. 3% معاملات تجارتی خارجی تاجیکستان با روسیه است و مال‌هایی که از روسیه به تاجیکستان وارد می‌شود بسیار ضروری هستند. و مثل مواد سوخت، فلزات سیاه، مال‌های صنعتی کیمیاوی و غیره. از این سبب آنچه که در روسیه به وقوع می‌پیوندد مثل آینه در تاجیکستان انعکاس می‌شود. امروز رتبه قرضی روسیه از رتبه قرضی تاجیکستان پایین‌تر است و تمام نشاندهنده‌های اقتصادی روسیه سقوط می‌کنند. 95% پول‌های انتقالی به تاجیکستان با روبل است و بنا به حساب‌های بعضی از مؤسسه‌های مالی به مثل بانک بازسازی و رشد اروپا، بانک آسیایی رشد، بانک اروپایی، شاید انتقال پول از روسیه به تاجیکستان 2 برابر کم شود. این بدان معنی است که کشور در یک وضع مشکل قرار می‌گیرد و پیامدها را در بین تمام کشورها تاجیکستان بیشتر احساس می‌کند، چرا که انتقال پول کم می‌شود و روسیه مهمترین شریک تجارتی تاجیکستان است. از این راه گریز نیست. تاجیکستان یکی از کشورهایی خواهد بود که همه عاقبت‌های منفی را در تن خود احساس می‌کند. شما می‌دانید که بر اساس طبقه بندی بانک جهانی تاجیکستان در قطار 30 کشور با درآمد کم است. اینها اساساً کشورهای افریقایی هستند و از بین کشورهای مشترک المنافع فقط تاجیکستان در این گروه است. برای همین با نظر داشت کم شدن انتقال پول، افزایش تورم، بالاروی منتظم قیمت مواد سوخت، تاجیکستان وضع بدتری خواهد داشت، مثل قرقیزستان یا شاید بدتر از آن. Таджикистан находится в худшем положении. В общем, примерно как и Киргизия, но Таджикистан более существенно. خب به نظر شما با نظر داشت این همه علامت‌هایی که گفتید احوال اقتصادی تاجیکستان امسال چگونه خواهد بود امسال؟ Это сложный вопрос. Ну, смотрите, این سوال مشکل است، ولی ببینید در تاجیکستان حکومت همیشه خوشبین بود و به مردم خود رقم‌های بلندی نشان می‌دهند. من پیش از گفتگویمان ارزیابی‌های مؤسسه‌های مهم مالی بین‌المللی و بانک‌های کلیدی را نگاه کردم و به شما می‌توانم بگویم که پیش‌بینی‌های پیچیده‌ای دارند، چون که وضع سیاسی قابل پیش‌بینی نیست. ولی می‌توانیم بگوییم که مجموع محصولات داخلی حداقل امسال از 2.5 تا 3% بالا نمی‌رود. تورم 2 برابر بیشتر می شود و در سطح 15 تا 16% می رسد. نشاندادها بهتر نمی شوند چون که وضع اقتصادی روسیه در تاجیکستان مثل آینه انعکاس می شود. روسیه مثل کشتی تیتانیک است، کشوری بزرگی که غرق می شود و اقتصادش در پیش چشم می شکند. هر کسی به این کشتی بسته شده است همراه با روسیه رنج می کشند. برای همین متاسفانه پیش‌بینی‌ها خوشبین کننده نیستند. تاجیکستان حداقل چیکار میتواند کند که این عاقبت‌ها کمتر باشند، به این حد سخت تاثیر نکنند به کشور؟ من میدانم که حکومت برای این برنامه مخصوص تهیه کرده است. من نسخه این برنامه را گرفتم، دوستان به من فرستادند. در این برنامه بغیر از گپ‌های عمومی دیگر چیزی نیست. من یک چیز را میخوام به شما بگویم. تاجیکستان از نظر سیاسی برای اصلاحات اقتصادی خود آماده نیست. تمام مشکل تاجیکستان از آن است که سیاست به اقتصاد بسیار فشار می‌آورد. بانک ملی تاجیکستان را بگیریم، مگر آن یک نهاد مستقل است؟ آن بر اساس فرمودهای حکومت عمل می‌کند. حکومت به پرزیدنت سخت وابسته است و پرزیدنت هم رئیس حکومت تاجیکستان است. از این رو بسیار مشکل است. برنامه‌ای که تهیه شده است کمک نمی‌کند. کشور باید راه سوم را انتخاب کند، باید شریکان نو جستجو کند، باید سیاست بسیار قطبی تجارتی را تغییر دهد. حکومت باید اراده سیاسی نشان دهد، باید وضع سیاسی، وضع اقتصادی را تغییر دهد، باید کشور را اصلاح کند. Политическую ситуацию, должен менять экономическую ситуацию, должен реформировать страну. تشکر کریم جان احمدوف، معاون سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان درباره توانایی قرض کشور، تاثیر جنگ اوکراین به اقتصاد ضعیف تاجیکستان و عموما احوال اقتصادی کشور صحبت میکرد. تشکر به شما. Спасибо.